سلام دوستان عزیز، با اولین پادکست پزشکی فارسی زبان مولتی دیسیپلینری در خدمت شما هستیم. مدکستریو که اومده بهتره کنه، پس برو بریم. آقا به به، چطوری؟ بابا باریکلا، واقعا باریکلا. مولتی دیسیپلینری رو خوب اومدیم. مولتی دیسیپلینری آقا یعنی اولین پادکست چندگانه با اسپشیالیت‌ها و تخصص‌های مختلف فارسی. تخصص‌های مختلف. آقا تو می‌خواستی اینو 3 کیلومتر قربونت برم اون کلمه ترجمهش همونو می‌ذاریم دیگه، هم میشینیم تو مولتی دیسیپلینری. خب اینو می‌بینی؟ همه باهاش نمیشه. ولی آره من این ماوسی که من امروز ماوسمو جا گذاشتم، بعد ماوسمو الان از خونه اینو پیدا کردم، بعد رفتم استوری کنم برای اینستا. بگی جلو دوربین، بگی جلو دوربین که دوستان یاد یکی از دوستان دیگه‌مون بیافتن که جاش خاله. به یاد بهنام. تمام دوران کرونا ما اینجوری گذشت. آره موسه جلو دوربین، این جلو موسه، این جلوی دوربین. آره دوستان اونجا بوده. سلام، اومدم در جای واکسن کرونا با شما صحبت کنم. ببین خدا رو شکر امروز آره چه آرامشی من دارم. چقدر خدا. آقا این آرامش قبل از طوفانه. امروز بهنامو نداریم چون امروز فکر کنم اصلا گرفتاره و این ماه کلا بهنامو نداریم، میاد و میره گهگاهی. ولی حالا داستان اینو می‌خواستم بگم، امروز من اینو آوردم به خاطری که ماوسمو نذاشته بودم. داریم میگی مولتی دیسیپلینری فارسی بگو، اینو تو اینستا گذاشتم، گفتم بچا ماوسم، بعد گفتم بذار فارسی بگم، گفتم مالشک. این مالشک میشه دیگه. چرا نمیدونم. مالشک سیندار. حالا هر چی بهش میگن، در همین گفتم مولتی دیسیپلینری ما باید فارسی بگیم. فارسیش میشه چندگانه، چند تخصصی. خلاصه این پادکست ماست. امروز مهمان داریم. داغ چه مهمانی بابا، درجه 1 به خدا درجه 1. بریم سراغ بحث داغ امروز، در خدمتون هستیم. بزن بریم. برو بریم. امروز مهمون درجه 1 داریم در کنار دوست قدیمی، همکلاسی قدیمی، درجه 1 با سواد، جراح زنان فوق تخصص و فلوشیپ نازایی، مهنوش امیری گل هستیم. مهنوش جون خیلی خیلی خوش اومدی. مرسی، ممنون. روز و شب همگی بخیر. خیلی خوشحالم که اینجا میبینمتون و در خدمتتون هستم. هر چند بماند که دکتر ما خودمون سرپا پشت در اتاق عملش اینجوری میرفتیم. یعنی حس این پدرها رو داشتم که نگران زایمان خانم بشه. دکتر 2 ساعت ما رو کاشتی تو زب. کجایی؟ 1 ساعت نیم. جدی کجا؟ اتاق عمل بودی؟ نه واقعا دستت در نکنه. دیدم که کارم زودتر تموم میشه. این وسطش هم 2 تا سزارین اورژانس فشار خونی و یکی هم کاهش حرکت داشتیم دیگه. من شرمنده شدم دیگه، ولی خب نینیای خوشگل. ای جانم. دکتر آخریش پسر بود یا دختر؟ اکثرا پسر بود، آخریش هم پسر بود. اسمش هم رایان بود. آفرین رایان جون به دنیا آمد. به افتخار رایان. به واقعا. خب واقعا بریم سر سوالامون. دست درد نکنه. خب مهر جون بریم سراغ سوالامون. یکی از مهمترین سوالایی که ما می‌خوایم در واقع امروز می‌خوایم بیشتر راجع به ناباروری صحبت بکنیم و اولین سوالی که ازت دارم اینه که راجع به علل ناباروری یکم برامون توضیح بده، خیلی کوتاه، که بریم سراغ بحث‌های مفصل و داغ. آقا داغ. علل ناباروری ما میگیم که 40% علل زنانه داره، 40% مردانه داره، 20% هم نامشخص. خیلی از آقایون میگن که ما هیچ مشکلی نداریم، اکثرا برای خانماست، در حالی که اینطوری نیست. نصف واقعا 40% علت زنانه داره، 40% علت مردانه داره. حالا وقتی که یه زوج نابارور به ما مراجعه میکنن، اولین کاری که میکنیم، یعنی جزء اولین بررسی‌هایی که میکنیم، گرچه که هیچ آقایی گردن نمیگیره، دادن یه آزمایش اسپرمه که خیلی به سادگی انجام میشه تو مراکز ناباروری و اگر که علت مردانه باشه با همین آزمایش اسپرم ساده مشخص میشه. ولی توی خانم ها خب دردسرش زیاده و 3 تا علت مهم ناباروری خانم ها رو بررسی باید بکنیم که آیا خانم تخمک گذاری خوبی داره یا نه، آیا عدد ذخیره تخمدانش خوبه، تخمک های فعالی داره یا نه، آیا لوله هاش بازه، وضعیت رحمش چجوریه. یعنی بررسی و آنالیز
تعویض ناباروری خانم‌ها خیلی سخت‌تره. آقایون میگن خانمو بررسی کن، اگر که اون مشکلی نداشته به جای نرسیدیم و بچه دار نشدیم بیاد سراغ ما. ولی ما میگیم که وقتی که میخوایم نوزوج نابارور رو بررسی کنیم 2 نفر رو باید همزمان و موازی بررسی کنیم، درمانا رو انجام بدیم تا به زود به نتیجه برسیم. حالا یه ذره برگردیم عقب‌تر، اصلا به کی میگن نابارور؟ آفرین، اینو میخواستم بپرسم. آره اگر که یه زوجی 1 سال اقدام به بچه دار شدن و باروری بکنن و حاملگی اتفاق نیفته میگیم که نابارور. اینم به صورت منظم باید باشه، نه اینکه 2 ماه اقدام بکنه 6 ماه بیخیال بشه دوباره 3 ماه اقدام بکنه، مثلا جمعا بگه 1 سال من بچه میخواستم و نشد. 1 سال اقدام بچه دار شدن به صورت منظم داشته باشن، یعنی هر ماه اقدام داشته باشن. اگه حاملگی اتفاق نیفته با این زوج ما میگیم زوج نابارور. همیشه میگیم زوج نابارور، نمیگیم خانم نازایی، آقا نازایی، زوج این اتفاق براشون افتاده. ولی سن خانم تو این وسط خیلی مهمه. اگه سن خانم بالای 35 سال باشه ما دیگه این 1 سال رو فرصت نمیدیم. 6 ماه اگر زوج اقدام به بارداری بشه و حاملگی اتفاق نیفته میگیم احتمال ناباروری تو خانم‌های بالای 35 سال وجود داره و زودتر بررسی رو شروع می‌کنیم. چجوری بررسی رو شروع می‌کنیم؟ هم خانم هم آقا به موازات هم بررسی ها رو انجام میدیم که ببینیم علت ناباروری مردانه است، زنانه است یا اون 20% که علت نامشخص دارن یا unexplained infertility. ما کلا آقایون یه مشکلی که داریم گردن نمیگیریم، یعنی کلا گردنگیرمون هم تو این خرابه، همین که بعداً به دنیا میاد اینجا تو امریکا میگن این بچه کی بود، هیچ گردن نمیگیره. ولی آره یه مریض داشتیم از سنندج، آقا آزو اسپرم بود، یعنی هیچ اسپرمی تو مایع منی وجود نداشت. 4 بار ازدواج کرد، خب هر 4 تا خانم باردار نمیشد. آخر سر ازدواج 5 با التماس گفتیم بیا شما یه آزمایش اسپرم بوده، شاید مشکل از شما بود. هیچ اسپرمی تو مایع منی وجود نداشت و آزو اسپرمی. یعنی واقعا آقایون گردن نمیگیرن به خدا. ببین اصلا آقایون نسبت به این داستان که میگن هم روی مثلا میگن به پارتنرشون، مثلا قدیمی‌ها میگفتن ناموسشون خیلی حساسن، روی اسپرما و مشکلاتشون چرا غیرتی دارن. من هیچ مشکلی ندارم، من خوبم، ما خوب، بقیه بد. خب دکتر الان میخوایم سراغ گزینه‌های درمانیمون. درجه به فریز تخم‌مکینا که کلی از سوال داریم، ولی یه توصیه کلی از این که اولش هم چه اتفاقی میفته، باید چه جوری شروع بکنیم و چه درمانی رو شروع بکنیم تا به اون چه بالاتر و خیلی اینویسیوتر اصطلاحاً برسیم. درسته. گفتیم تشخیص اول باید بدیم که درمانو بر اساس اون انجام بدیم. آقا که آزمایش اسپرم میده، اگه تعداد، شکل، تحرکش خوب باشه که هیچی، یعنی مشکل ناباروری از آقا نیست. اگر دیدیم هر کدوم از این فاکتورها مشکل داره که ارجاع به اورولوژیست و حالا درمان‌ها و تشخیص‌ها ممکنه واریکوسل داشته باشه، ممکنه که حالا بیماری‌ها و عفونت‌ها و چیزای زمینه‌ای داشته باشه که درمان مناسب انجام میشه. توی خانم کاری که میکنیم اولی آزمایش هورمونی پایه هستش، عدد آنتی مولریان هورمون رو چک میکنیم، ذخیره تخمک رو چک میکنیم، تی اس اچ و پرولاکتین رو چک میکنیم، یه عکس رنگی میگیریم که ببینیم لوله‌های رحمی باز هستش یا نه و یه سونوگرافی روز 10 تا 12 انجام میدیم برای بررسی سایز فولیکول که ببینیم آیا اووولیشن داره یا نداره و خود به خود فولیکول غالب رشد میکنه یا نه. یکی از علل خیلی مهم ناباروری تو خانم‌ها، حالا آقایونی که گفتیم سیر درمانش مشخصه، تنبلی تخمدان یا PCOS، یعنی خانم تخمدان‌ها 2 تا 3 برابر حجم نرمال هستش ولی خب فعالیت خوبی نداره، تخمک گذاری خوبی ندارن، روز 10 تا 12 سونوگرافی میکنیم مثلا فولیکول غالب ندارن و اینا آنووولیشن دارن و ناباروری. اتفاقا این کسایی که اکثر موارد ناباروری رو دارن و همین PCO پولیکیستیک اوواری یا تنبلی تخمدان اصطلاحاً مریضا میگن دارن، بهترین موارد هستن برای درمان ناباروری و با یه قرص تحریک تخمک گذاری مثل لتروزول یا کلومیفن یا آمپولای تحریک تخمک گذاری باعث میشه اینا اووولیت کنن، تخمک گذاری پیدا کنن و یه حاملگی طبیعی و خود به خود داشته باشن. گرچه که تو PCO با تغییر لایف استایل مودیفیکیشن ما میگیم قدم اوله. اگه ورزش کنن، رژیم غذایی مناسب و کاهش وزن داشته باشن، حتی ممکنه خود به خود بدون این داروهای تحریک تخمک گذاری اووولیشن و حاملگی براشون اتفاق بیفته. اگه نه اون یکی طیف باشن، عدد ذخیره تخمدان کم باشه و به سمت یائسگی زودرس ما داریم میریم، تو این موارد
ما زودتر تصمیم به IVF میکنیم، چون که حالا هرچی سن خانم بره بالا یا زمان بگذره ممکنه که عدد آنتیمولریان کاهش شدید داشته باشه و دیگه با IVF نتیجه نگیرن. یه چیز خیلی خیلی مهم که مریضای من اصلا خود میگم ما باورمون نمیشه، مریضای تحصیل کرده، پزشک دندان پزشک، قدرت باروری خانم ها متاسفانه خیلی به سن بستگی داره. اوج باروری خانم 24 سالگیه، وقتی که سن بالای 35 میشه قدرت باروری کم میشه، بالای 38 سال با سیر خیلی شدید قدرت باروری کم میشه و بالای 40 سال و 42 سال اصلا میگیم باروری طبیعی خیلی کم میشه و اگر که حاملگی اتفاق بیفته از 4 تا حاملگی 3 تا سقط میشه به خاطر آنوپلویدی و روند ایجینگ اووسایت که وجود داره. به خاطر همین به همه خانم‌ها میگیم بدوین چیکار کنیم؟ فریز تخمک کنین، چیکار کنیم؟ فریز جنین کنین، چون اصلا هیچ خانمی درک اینو نداره. ظاهر خانم نگاه می‌کنیم میگیم 20 سالشه ولی در واقع 40 سالشه. فیزیولوژی تخمدان همون 40 ساله است، روند ایجینگ تخمک شروع شده و این باعث میشه که قدرت باروری هی کم و کمتر بشه. خب مهرو جان، توی صحبتات راجع به IVF صحبت کردیم، میشه ازت خواهش کنم یه کوچولو راجع به IVF هم توضیح بدی که بیننده های ما قشنگ باش آشنا بشن؟ درسته. حالا IVF چیه؟ IVF درمان ناباروری هستش، این ویترو فرتیلیزیشن، یعنی لقاح مصنوعی. وقتی که حالا باروری اتفاق میفته و ما از روش‌های درمانی استفاده می‌کنیم، از داروها، آمپولا و حاملگی موفقیت آمیزی نداریم، میریم سراغ IVF یا جدیداً حالا میکرو اینجکشن یا ICSI انجام میدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه به روش لقاح مصنوعی حاملگی اتفاق بیفته. توی سیکل IVF ما خانم 10 تا 12 روز آمپول دور نافی حالا یا عضلانی تزریق میکنه و مانیتورینگ سایز فولیکول میکنیم و تخمک کشی انجام میدیم یا پانکچر یا اووسیت ریتریوال. یعنی چی؟ مایع فولیکولی رو تخلیه میکنیم حالا به وسیله زیر گاید سونوگرافی واژینال که این ممکنه دردناک باشه، زیر یک داروی خواب‌آور یا IV سدیشن این کار رو انجام میدیم. مایع فولیکولی رو تخلیه میکنیم و اووسیت ریتریوال انجام میدیم، یعنی تخمک‌ها رو جدا میکنیم. تخمک‌ها که جدا میشن آقا همون روز نمونه اسپرم میده و توی محیط آزمایشگاه این ویترو فرتیلیزیشن لقاح انجام میشه. توی IVF تخمک و اسپرم رو بغل هم تو محیط کشت میذارن و اسپرم وارد سیتوپلاسم تخمک میشه و جنین یا امبریو تشکیل میشه. یه روش بالاتری از IVF هم هستش که بهش میگیم که XC یا میکرو اینجکشن. تو این روش تو اسپرمایی که مخصوصا قدرت نفوذ ندارن، جنین شناس یه کمکی به این لقاح میکنه، با سوزن اسپرم رو داخل سیتوپلاسم تخمک تزریق میکنه که به این طریق امبریو ایجاد میشه و ما میام که کاشت جنین یا انتقال جنین رو داخل رحم خانم انجام میدیم که حاملگی از طریق IVF درصد موفقیتش امروزه حدود 30 تا 40% هستش. یعنی خانمی که قدرت باروری به روش طبیعی نداره با این روش 30 تا 40% قدرت باروری داره. قبل از اینکه بریم سر سوال ما فقط یه پرانتز اینجا، این به خاطر یه مشکلی که هستش، ببین درسته که قبلا چون همه می‌خواستن ادامه تحصیل بدن، درس بخونن، همه اینا، به خاطر همین خیلی این اتفاقا شاید مثلا کمتر بود، اگه کمتر میرفتن سراغ درس و دانشگاه و این داستانا. الان که دیگه خیلیا همش سراغ درس، الان من و پوریا زگهواره تا گور دانش بجوییم، هممون انقدر درگیر درسیم و اینا، شاید اصلا واقعا نتونه آدم به فکر این قسمت از زندگیش باشه. خیلی از خانمایی که الان همکار ما اصلا دوران رزیدنسی هستن اینا نمیتونن. حالا قبلا مامانا میگفتن که عزیزم بدو باید شوهر کنیم، بعد بدو باید بچه دار بشیم. الان خیلیا میگن که بریم سراغ همین داستان و مقوله‌ای به نام مثلا فریز تخمک. حالا دکتر یه سوالی که پیش میاد اینه که خب حالا الان شخص اومده پیش تو توی سنین مختلفی که براش هی داره سن میره بالاتر، چرا باید تخمکاشو فریز بکنه؟ همینطوری که گفتم سن خانم که میره بالا قدرت باروری کم میشه. الان دختران میگن که ما میخوایم درس بخونیم، ما میخوایم مهاجرت کنیم، ما میخوایم این کارو کنیم. حالا 35 40 42 یاد بچه دار شدن میافتن، یا زوجین که ازدواج میکنن میگن ما فعلا شرایط بچه دار شدن رو نداریم.
خب وقتی شرایطشو دارن که دیگه کار از کار گذشته و قدرت باروری زوج از بین رفته، چون به سن خانم به طور مستقیم ارتباط داره. به اینا ما چه توصیه میکنیم؟ اگه دختری ازدواج نکرده باشه میگیم که بیا فریز تخمک بکن. اگه خانمی ازدواج کرده باشه به زوج میگیم بیا فریز جنین بکن برای حفظ قدرت باروری یا فرتیلیتی پرزرویشن در آینده. بهترین سنش هم زیر 35 سال هستش. ما میگیم بهتره برای اینکه کیفیت تخمک بهتر باشه، کیفیت جنین بهتر بشه، زیر 35 سال این اقدام انجام بدن. البته در مواردی تو 40 سال 42 سال اگه تخمدان مناسب باشه و قابلیتش هم داشته باشه انجام میدیم، ولی میگیم بهترین سن و گلدن تایمش زیر 35 ساله که این تخمک ها یا جنینا رو ما نگه میداریم تا 10 تا 15 سال میمونن. اگر که تو این مدت مثلا خانم بگه که من 3 سال دیگه میخوام اقدام کنم، طبیعی حامله شد، خدا رو شکر. اگر که نشد میاد از این تخمک های فریز یا از این جنینای فریز استفاده میکنه. دیگه ما به خانم نمیگیم تو بچه دار نمیشی و بیا برو از تخمک اهدایی، از تخمک یه خانم دیگه ای استفاده کن. یا به زوج نمیگیم دیگه بچه دار نمیشی اگر IVF بکنی درصد موفقیتت الان خیلی کمه، زیر 10%. میگیم نه، همون 40% گولو داری و با همون جنینایی که قبلا فریز کردی انتقال جنین انجام میدیم و شانس بارداری بالایی داری. این یه مثل پولی که میذاری تو بانک قرض الحسنه، ممکنه هیچ وقت بهش نیاز پیدا نکنی، ولی وقتی که نیاز پیدا کردی از همینا استفاده میکنی و قدرت باروری خانم یا زوج حفظ میشه. دکتر به بانک شهر درصد بالاتری میده، ببرم بزنم تو تخمکم بزنم تو بانک شهر. آره نه اصلا اتفاقا سوال بعدی من همین بود. مثلا شما الان این تخمک رو بخوای فریز بکنی، تخمک کجا میره؟ یعنی الان تخمک شما مریض گرفتی کجا میره؟ یه پروسه‌ای داره دیگه، یه جایی باید بره اینجا ذخیره بشه. تو یخچال خونه که نگهش نمیدارن که. چجوری الان من باید به اسپانسر بانکو برای این برنامه میگرفتم، بانک شهر. بفرمایید دکتر. حالا سوالی که خیلی از من میپرسن، این تخمک‌ها رو کجا نگه می‌داریم؟ یا مثلا زوجی که جنین فریز میکنه میگه خب جنینامو بده ببریم تو فریزر خونه. نمیشه. توی تانک نیتروژن ما نگه می‌داریم. تو همه مراکز ناباروری یه سری تانک‌های نیتروژن هستش که در درجه حرارت مناسب و استاندارد این تخمک‌های فریز یا جنینای فریز نگهداری میشه و مدت نگهداریش هم گفتم حتی 10 تا 15 سال میمونه. حالا اگر که خانم بخواد از یه مرکز ناباروری این تخمک‌ها رو یا جنینا رو جابجا کنه به یه مرکز ناباروری دیگه‌ای، با این تانک‌های نیتروژن قابل جابجا شدن هست. حتی از یک کشور به کشور دیگه میتونیم انجام بدیم و یه سری شرکت‌هایی هستن که با این تانک‌های مخصوص از یک کشور به کشور دیگه میتونن جنین‌ها یا تخمک‌ها رو جابجا کنن بدون اینکه هیچ صدمه یا افت کیفیتی پیدا بکنه، ولی یه شرایط استاندارد خاصی رو داره. یه سوال توی پرانتز، اگر افراد مثلا فکر کن الان یه بچه داره و الان هم همه چیشون داره خوب پیش میره، ولی مثلا تصمیم داشته باشه باز هم در آینده بچه داشته باشه، با این حال مثلا شما کیسایی رو داری که شخص بخواد برای آینده در سنین بالاتر که بچه دار بشه دوباره بیاد الان با اینکه بدنش همه چیش اوکیه ولی باز هم فریز بکنه، یعنی این اپورتونتی برای همه هست؟ بله برای همه هست. مری جان، حالا فکر کن که الان مریض اومده پیش تو و میخواد این کار رو انجام بده. اصلا پروسه چه شکلیه؟ شرایط انجامش چیه؟ چقدر طول میکشه؟ چجوریه؟ مثل یه عمل جراحیه یا اینکه نه واقعا توی مثلا مطب توی شرایط مثلا مناسب استریل میشه این کار رو خیلی راحت انجام داد؟ چجوریه واقعا؟ بیهوشی میخواد؟ بیهوشی نمیخواد؟ اینا رو یه توضیح کوچولویی به ما بده. اینو من اول بگم که اگه میگن که چقدر این طول میکشه، من میخوام از خارج از کشور بیام چقدر باید ایران باشم، از شهرستان میخوام بیام این مدتش چقدره. ما معمولا برای فریز تخمک یا فریز جنین از روز دوم یا سوم سیکل قاعدگی شروع میکنیم. خانم باید 10 تا 12 روز آمپول دوران ناپی یا تحریک تخمک گذاری بزنه. تو این مدت 1 تا 2 بار سونوگرافی واژینال میشه به خاطر اینکه ببینیم سایز فولیکول به اون 18 تا 20 میلیمتر اپتیمال رسیده یا نه. و اگه تو سونوگرافی واژینال ببینیم ما تاریخ تخمک کشی یا تاریخ پانکچر یا اگ ریتریوال رو مشخص میکنیم. یه سری آمپولای میزنیم، آمپولای آزادسازی، و بعد از 36 ساعت بعدش پانکچر انجام میدیم.
پانکچر حتما باید توی مرکز ناباروری انجام بده و زیر داروهای بیهوشی انجام بشه. یعنی تو هر اتاق عملی هم نمیشه این کار رو انجام بدیم، باید تجهیزات جنین شناسی کنار دست ما باشه، میکروسکوپ باشه. ما این مایع فولیکولی رو تخلیه میکنیم، میدیم دست جنین شناس، با میکروسکوپ تخمک ها رو از داخل مایع فولیکولی جدا میکنه و اونها رو بلافاصله فریز میکنه. اینا زمانای در حد چند صدم ثانیه لازم داره و حتی تو مطب که اصلا قابل انجامه، تو اتاق عمل معمولی هم قابل انجام نیست. فقط تو مراکز ناباروری این قابل انجامه که دکتر بیهوشی حضور داره، داروی خواب‌آور میزنه. وقتی که مریض خوابید و کاملا بی درد شد، ما از طریق سونوگرافی واژینال با گاید سونو سوزن باریک وارد تخمدان میکنیم، مایع فولیکولی رو تخلیه میکنیم. همون لحظه بغلمون آزمایشگاه جنین شناسی، مایع فولیکولی رو تحویل آزمایشگاه میدیم و جنین شناس تخمک‌ها رو جدا سازی میکنه و فریز رو انجام میده. یعنی این یه کار خیلی تخصصی هستش و حتما باید تو اینفرتیلیتی سنتر انجام بشه که کنارش هم خب اتاق عمل هست، کنارش هم محیط استریلیزاسیون هستش، کنارش هم دکتر بیهوشی هستش و این یه کار تیم ورکینگ هستش. یعنی من به تنهایی نمیتونم انجام بدم، جنین شناس به تنهایی نمیتونه انجام بده، دکتر بیهوشی نمیتونه انجام بده و این یه مستلزم تیم ورکینگ و یه کار گروهیه که ما بتونیم به طور موفق یه تخمک ها یا جنین های یه خانمی رو فریز بکنی. حالا به من بگو این ریسک این کار چیه؟ اینجوری که تو میگی به هر حال باید پانکشن انجام بشه، بیهوشی لازم داره، کار خیلی تخصصیه. ریسکاش چیه؟ یعنی اون چه اتفاقاتی، چه عوارضی ممکنه که در این داستان، در داستان فریز تخمک برای در واقع اهدا کننده تخمک اتفاق بیفته؟ برای خانم پیش بیاد. حالا اهدا کننده یه اهدا کننده تخمک. آره دیگه، من کلا گفتم که اونی هم که میخواد اهدا بکنه جزء همون حساب بشه دیگه، همه رو گفتم. هر یه سری عوارض داره. البته این جزء اعمال کم عارضه ترین عملهای جراحی حساب میشه. مدت عمل جراحی بین 3 تا 5 دقیقه است. دوز داروی بیهوشی خیلی کمه که اکثرا هیچ عارضه‌ای نداره. این آمپولای هورمونی که تو 10 تا 12 روز تزریق میشه ممکنه یه ذره خانم اختلال مود پیدا کنه، ممکن 2-3 کیلو افزایش وزن داشته باشه که اینا خیلی گذراست و با قطع این آمپولا همه برمیگرده، مشکلی ایجاد نمیکنه. این عملم همونطور که گفتم ممکنه که عوارض داروی بیهوشی باشه که دکتر بیهوشی حضور داره و خیلی خیلی به ندرت پیش میاد. مدت عمل ما خیلی کوتاهه، چون که حالا پانکچر انجام میدیم از طریق واژینال زیر گاید سونو، معمولا با یه دید خیلی باز این کارو انجام میدیم، ولی خب ممکنه یه ریسک خونریزی و اینام داشته باشه که همونجا جراح هستش و اینا قابل کنترل هستش. یعنی باید اهم فالاهم کنیم. یه سری عوارض خیلی مختصر داره و یه سری سودهای خیلی زیاد داره که اگه تو کفایی ترازو بذاریم عوارضش قابل اقماس هستش و ما میتونیم از این پروسه خیلی سود ببریم برای حفظ قدرت باروری، برای فرتیلیتی پرزرویشن. ببین الان با توجه به این که داری میگی هم یه ریسک فاکتورایی برای خود بیمار داره و مهمتر از همه در یه سری مراکز واقعا مشخص باید انجام بشه، این خیلی مهمه. خب چون از یه طرف دیگه ما الان تو دورانی هستیم که فضای مجازی انقدر دست دیگه هر کسی هست که حالا تهش به یه سری سوال داشته اونم میرسیم. ولی این پروسه‌ای که مخصوصا چند تا از اینفلوئنسرهای بزرگی توی اینجا شروع کردن، این پروسه فریز کردن تخمک خودشون رو گذاشتن، ولاگ درست کردن درجهش و مردم باهاش آشنا کردن و این خیلی خوب بود. ولی یه ور دیگه هم بازار این چیزا باز شد که دیگه هر کی سراغ هر کسی بخواد بره، با توجه به اینکه الان این یه اتفاقی که تو اگه یک بار این داری انجام بدی، این هم داری هزینه می‌کنی و تو این ایموشن میری، چون به هر حال خب تو شاید یه سری فکرا رو بکنی که چرا من الان باید این کارو انجام بدم، چرا الان فعلا استیبل نیستم بخوام این تو این پروسس به صورت طبیعی برم و مهمتر از همه این موداشو میریزه و من بخاطر این هورمونا اینا واقعا پروسس خیلی ایموشنالیه و مهمتر از همه هم تو خودت که داری میگی ریسک بالایی داره، برای همین خیلی واقعا معلومه تحت فشار روحی و اینا هم خودت هم هستی و خیلی مهمه که یه تیم خیلی قوی پشت این قضیه باشه. ولی برای چه کسایی میان سراغت که دیگه میگی ببین با توجه به این شرایط و این فاکتورها من این کارو انجام نمیتونم بدم؟
اگر که خانومی سابقه آندومتریوز داشته باشه، سابقه دستکاری های مختلف لگنی و جراحی های لگنی داشته باشه، سابقه اگر که یائسگی زودرس تو خانواده داشته باشه و عدد ذخیره تخمدانش زیر 1 باشه یا FSH بالای 15 باشه، اینا به ما نشون میده که ما از این پروسه سود آنچنانی نمیبریم و عوارض داروهای هورمونی و حالا این پانکچر و اینا رو به این خانم تحمیل نمی کنیم. یا اگر که سن بالای 40 سال باشه، واقعا بالای 40 سال هم به خاطر روند ایجینگ اووسایت زیاد این رو توصیه نمی کنیم. به جز این موارد اگر سابقه خانوادگی سرطان سینه توی خانم وجود داشته باشه یا خودش مثلا توده های سینه‌ای مشکوک داشته باشه و جراح سینه یا برست اجازه مصرف این داروهای هورمونی رو به ما نده، یا هر بیماری مدیکال و زمینه‌ای داشته باشه که مصرف هورمونال ولو کوتاه مدت کنتراندیکاسیون داشته باشه، ما اینو به خانم توصیه نمی‌کنیم، چون یه کار الکتیویه. میخوام یه بیماری و یه چیزی رو به خانم تحمیل بکنیم. اگر شرایط ایدئال وجود داشته باشه این کار رو انجام میدیم برای حفظ قدرت باروری. در غیر این صورت پیشنهاد نمی‌کنیم. مرسی مهران جان، خیلی بابا تو درجه 1 به خدا، اصلا خداییش حرف نداری خیلی به جان خودم. خیلی خوب توضیح میدی. من خیلی آره. خیلی استرس میدم، میگم 5 دقیقه 2 دقیقه مهنوش بسه ولی خیلی خوب توضیح میدی. خدا بی آره خیلی درجه 1 واقعا، دست درد نکنه. خسته بعد از 6 تا سزارین و مریض اورژانسی و اینا مثل کلاس درس، واقعا خیلی ازت ممنونم. ولی خب یه سوالی اینجا برام پیش اومد از صحبت‌هایی که انجام دادی. در واقع 2 تا سوال برام پیش اومد. الان در مورد این رحم جایگزین یا کسایی که رحم اجاره‌ای استفاده میکنن، از کسای دیگه رحم میگیرن و پروسه حاملگی رو خودشون نمیخوان انجام بدن، خیلی مورد بحثه. اینکه آیا واقعا این کار ریسک داره، به چه صورت ریسک برای اون فردی که داره رحمش رو در اختیار میذاره، به چه صورت، اصلا این کار رو تو چه شکلی میبینی؟ یکی این و یکی اون داستان گرفتن تخمک از دیگران، اون چیه قضیهش؟ یعنی یه کمی برای من به عنوان مرد، ای کاش ما یه خانم هم داشتیم این سوالا رو یه خانم ازت میپرسی. خدا رو شکر خود دکتر زنانمون حداقل مهنوش خودش خانومه. آره خانومه. و من خیلی سوال، اصلا خیلی برای من یه چیز لند عجیبی، یه دنیای عجیبیه برای من چیزایی که دارم میپرسم. ولی خب خیلی این سوالا رو میپرسم، مثلا می‌خواستم ازت خواهش کنم که اینا رو واسه ما توضیح بدی حتما. در مورد رحم اجاره، ما رحم اجاره‌ای رو به هر کسی توصیه نمی‌کنیم. الان خیلی مد شده، حالا تو ایران هم همینطور. نمیخوام هیکلم به هم بخوره، نمیخوام شکمم ترک داشته باشه، نمیخوام این تغییرات هورمونی خیلی شدید و احساس بکنم و میان چیکار میکنن؟ میان IVF میکنن، جنینشون رو فریز میکنن که جنین ژنتیکی برای خانم و آقا باشه و بعد میگه وقت ندارم، سر کار میرم، فرصت حامله شدن من ندارم. این جنین رو تو رحم یک جایگزین انتقال جنین میدیم و جنین ژنتیکی برای خانم و آقاست، ولی داخل این رحم به عنوان فونش رشد میکنه، از مواد غذایی و حالا ساپلیمنت های خانم استفاده میکنه و زایمان میکنه و تحویل زوج میده. این روش رو من خودم هم قبول ندارم واقعا. اگر که این رحم اجاره‌ای ما مثلا کسی اندیکاسیون داشته باشه انجام میدیم. اندیکاسیون یعنی کیا میتونن انجام بدن؟ کسی به صورت مادرزادی رحم نداره یا رحمش دچار فیبروم ها و مشکلاتی هستش که اصلا قابلیت نگهداری جنین رو نداره، یا دچار سقط‌های مکرر یا زایمان‌های زودرس مکرر شده، یا اینکه دچار سندرم آشرمن شده، یعنی چسبندگی شدید داخل رحم اتفاق افتاده و این جلوی حامله شدنشون میگیره. فقط تو این موارد ما توصیه میکنیم از لحاظ پزشکی به رحم جایگزین، چون چاره دیگه ای نداره. ولی اینکه جدیداً ترند شده خانم‌ها میگن هیکلمون نمیخواد به هم بخوره، نمیخوایم که حالا حاملگی رو استرسش رو تجربه بکنیم، میخوام خیلی راحت و شیک مثل خانم رونالدو رحم اجاره‌ای زایمان کنه و بچه رو تحویل بدیم. من واقعا فکر می‌کنم حس مادری رو یه ذره تجربه کردنش اینطوری سخت میشه و اینکه حالا با اون بچه ارتباط، درسته ژنتیکی برای اون زوجه، ارتباط با اون بچه و مشکلات لگال قانونی که بعداً با اون رحم اجاره‌ای خواهند داشت، گرچه که همه اینها توی حالا مثلا پروسه قانونیش طی میشه، ولی اگر که کسی اون اندیکاسیون‌های پزشکی رو داشته باشه، بعد
اگر نه من این رو زیاد توصیه نمی کنم. تو تخمک اهدایی الان ما خیلی میشنویم اگ دونور، یا اینکه مثلا طرف تخمک خریده. اینه قضیهش چیه؟ این تو کسایی که خانوم هایی که سنشون بالای 42 ساله، عدد ذخیره تخمک خیلی کمی دارن، سابقه کاشت جنینای ناموفق داشتن، یعنی ما میگیم شکست مکرر لانه گزینی داشتن، یا سقط‌های مکرر داشتن، یا اینکه خانم یک مشکل ژنتیکی داره که میگیم که این به جنین به ارث میرسه. برای جلوگیری از تکرارش ما تو این موارد توصیه به تخمک اهدایی میکنیم. یعنی چی تخمک اهدایی؟ از یه خانم اهدا کننده، خانمی که زیر 30 سال باشه، تخمکاش کیفیت خوبی داشته باشه، یه بچه سالم داشته باشه، میارم تخمک کشی انجام میدیم. یعنی هم پروسه IVF رو، آمپولای هورمونی رو باید بزنه 10 تا 12 روز، تخمک کشی و داروی خواب‌آور و بیهوشی رو داره، تخمک‌ها رو جدا سازی میکنیم. توی آزمایشگاه جنین شناسی با اسپرم همسر جنین تشکیل میشه. رحم خانم رو آماده سازی میکنیم از لحاظ هورمونی و کاشت جنین رو داخل رحم اون خانم انجام میدیم. خود خانم حامله میشه، خودش زایمان میکنه، خودش شیر میده، ولی از لحاظ ژنتیکی اون بچه خانم اون اهدا کننده است که تخمک‌ها رو اهدا کرده و همسر خانم. از لحاظ قانونی اگر این حالا اندیکاسیون ها رو، علت ها رو داشته باشه، هیچ مشکلی نیست. از لحاظ حالا اعتقادی و از لحاظ فلسفی هم این تو اکثر ادیان مورد قبوله و قابل انجام هستش و این به عنوان یکی از روش‌های درمانی انتهایی باروریه. یعنی ما همه روش‌ها رو انجام دادیم، IVF انجام دادیم، میکرو اینجکشن انجام دادیم، گهگاه PRP تختان انجام دادیم، همه روش‌ها رو امتحان کردیم و دیدیم که به نتیجه نرسیدیم. خط آخر میتونه پیشنهاد اگ دونور یا تخمک اهدایی باشه. بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. من فکر کنم که این این پادکستمون خیلی پادکست خیلی تند و تیز شد. خیلی خوب بود. خیلی باحاله. خیلی باحاله. واقعا اینقدر تو پادکست مهربونی اینا واقعا چقدر مریضات واقعا خوش شانس، چقدر دکتر مهربونی دارن. خودش چقدر مهربان هم هستی تو مطب واقعا. آره فکر کنم. خدا جدی تو هم کلاسی تا حالا هی کردیت بده. ببین آخه نگاه کن. تو کجا میدونی؟ عزیزم هر کی ندونه من که دیگه میدونم. بابا نگاه کن بعد 6 تا سزارین ساعت آخه الان ایران ما نمیگیم ساعت چنده ولی ایران دیر وقت ببین تا کی کار میکنه، هنوز لبخند میزنه، با حوصله داره توضیح میده. بابا این اصلا خود درجه یک دیگه، به خود چی بگیم. آره پوریا رو باید دکتر بعد از عمل ببینی، انقدر اخلاق محمدی به اندازه پهنا صورت میخنده، بهش پیام میدی اینجوری میکنه استرس به من نده، بعد قطع میکنه. بری دعوت کردم واقعا، دعوت کردم. مرسی انرژی خوبه. مرسی واقعا. صحبتمون در رابطه با آینده پزشکیه. توی رشته شما یکی از رشته‌های خیلی داینامیک و در حال تغییر هر لحظه به لحظه که داریم صحبت می‌کنیم و واقعا آپدیت نگه داشتن خودتون و روش‌های پزشکی یه چیز خیلی نوینیه که باید هر روز اینو داشته باشی. آینده این حرفه خودت و این اتفاقات رو چی می‌بینی یا چه چیزی تو کشورمون میشه به زودی بیاد که یه دریچه جدیدی رو باز بکنه که الان تو کشور دیگه است و ایران نیست؟ خوشبختانه توی علم اینفرتیلیتی تو ایران پیشرفت‌های خیلی زیادی داشتیم و چیزی که خیلی مهمه توی اینفرتیلیتی درصد موفقیت باروری هستش که حالا هر ماه هر اینفرتیلیتی سنتر آمارش رو اعلام میکنه. توی ایران آماری که ما داریم با بهترین مراکز ناباروری دنیا رقابت میکنه و بین 40 تا 60% آمار مثبت‌ها هستش. یعنی اینکه و خیلی وقتا تو این موارد ما پیشتاز هستیم، مثلا PRP رحم، PRP تختان، جوانسازی رحم و تختان توی ایران جز اولین کشورهایی بود که استارت این زد و RCT هاش و مقاله هاش و اینا در اومدش. حالا آینده‌ای که وجود داره ایشالا من پیش بینی میکنم که توی مثلا 10 سال آینده ناباروری دیگه وجود نداشته باشه. یعنی ما یه جنینی که امبریو رو که کاشت میکنیم، میگم که مثلا
تو 100% حامله ای، چون که همه ناشناخته های اینفرتیلیتی رو ما الان ارزیابی کردیم و این خانم رو کاملا بررسی کردیم در سطح آندومتر، محل لانه گزینی، کل امبریو، و میگیم که تو با این امبریو و با این آندومتر رحم وقتی من دارم ترانسفر تو انجام میدم با اطمینان خاطر 100% میگم تو حامله ای. ولی الان ما نمیتونیم اینو بگیم. تو بهترین حالت میگیم 50-60% شانس حاملگی داری و امید دارم که تا 10 سال آینده تمام این ریز مولکول ها، من میگم حالا همه این بیندوها و همه اینا کشف بشه و وقتی که من دارم ترانسفر میکنم یا هر کسی که به صورت اسپشیال اینفرتیلیتی کار میکنه، جنین خوبه، رحم آندومتر خوبه و تو 100% حامله ای. انشالله که این اتفاق برای باروری بیفته و ما بتونیم این اطمینان خاطر رو به مریضامون بدیم. بابا دمت گرم، واقعا عالی، دستت درد نکنه. خیلی ممنونیم که وقت گذاشتی برای ما، خیلی ممنونیم که این همه اطلاعات درجه یک بعد از یک روز پر استرس رو واقعا در اختیار همه گذاشتی با این قیافه بشاش و خندون و پر از انرژی مثبت. واقعا دمت گرم و ازت خواهش میکنم که کلام آخر رو هم به ما بگو و به قول معروف تا بعد یه قولم به ما بده که دوباره توی یکی دیگه از پادکست های ما شرکت بکنی. انشالله انشالله. کلام آخر این که حالا من در حوزه فعالیتی خودم میام، چون انقدر خانم‌ها رو با چشم گریون دیدم و انقدر خودم هم هرس خوردم و استرس کشیدم، هیچ خانمی آرزوی فرزنددار شدنش به تعویق نیفته و انجام بشه، یعنی هیچ کی تو حسرت فرزند نباشه ایشالله. عزیزم دمت گرم، مرسی دکتر که واقعا تو بدترین شرایط بیمار رو میبینی و واقعا خنده رو دوباره رو لباشون میاری و خود تمام انرژی منفی رو میگیری، انرژی خوب میدی. واقعا خدا قوت، دستت در نکنه، این موقع شب همچنان داری کمک میکنی. دمت گرم، موفق باشی. مرسی از هم، مواظب خودت باش. مرسی قربونت، خدا نگهدار. خداحافظ. عجب بحثی بود، چه همکلاسی، چه همکلاسی، همه خوبان جمع بودن سالا. به خدا ما اینجور آدمایی چند بودین؟ به 1379 ورودیای 79 گویا خیلی خوب در اومدن. آره ما واقعا بچهای ما خیلی همشون درجه یک شدن و خوب شدن. البته دوره‌های بعدم همینطور، دوره‌های قبل خیلی خبر ندارم ولی دوره‌های بعدم همینطوری شدن. خلاصه حالا در ادامه توی پادکست های دیگه من از بچه های دیگه هم خواهش میکنم که حتما به ما ملحق بشن، ولی این بحث ناباروری بحث خیلی خیلی مهمیه که شاید لازم باشه دوباره در موردش صحبت بکنیم، لازم باشه با بیمارایی که این دوره رو گذروندن و این استرس رو داشتن و یه مقدار راجع به اینم باشون صحبت بکنیم و اونا رو بیایم به پادکست هم اضافه بکنیم که یه مقداری به قول معروف خیلی لایو تر و خیلی زنده تر راجع بهش صحبت بکنیم. قطعا در آینده این کار رو خواهیم کرد. از تمام دوستانی که ما رو دنبال میکنن خیلی خیلی تشکر میکنم، صمیمانه قلبا. آقا این جایی به قول خدا خیلی باریکل. اونایی که هنوز ما رو سابسکرایب نکردن منتظرشونیم، چشم به در منتظر. من به در نگاه میکنم، میکشم. آره اون دکمه رو بزن، اون سابسکرایب رو بزن، اون زنگوله رو بزن. بلند شو دیگه، وقتشه دیگه، بحثا داره داغ. واقعا ولی حیف شد که بهنام هم نداشتیم. البته بحث برای همین انقدر سریع و تون پیش رفت ولی جاش خالی نباشه. دوست عزیزمون خیلی بدون حاشیه و بدون دردسر پیش رفت و خب ما تشکر میکنیم از عدم حضور بهنام. مرسی که نبودی بهنام. و داستان دیگه که در مورد بحثی که گفتی، یه چیزی که حتما باید بیانیم، خرافات و باورهای خرافاتی و درمانهای مندرآوردی ناباوری هم هستش که ایشالا با متخصصین هم بچه‌های طب گیاهی سنتی ایرانی در کنار متخصصین مثل بهنوش باید صحبت کرد راجبش که ما ببینیم داستانش چیه و اینا رو واقعا فکت چک کرد چقدر باعث صدمه به جنین میشه گاهن به خاطر استفاده از گیاهی. خیلی بحث داریم. خلاصه چیز خیلی عالیه. اگه سابسکرایب نکردین اینا که دیگه ما کاری نداریم، بلند شیم بریم. چه کاری داریم با اینایی که سابسکرایب نکردن؟ امیدوارم دوست داشته حتما برامون کامنت بذارین، مراقب خودتون باشین و حتما مدیکاستری رو دنبال کنین. بحثای درجه یک براتون آماده کردیم، اصلا برو حالشو ببر به خدا.
تو قلبید. مرسی که با ما بودید. این برنامه هم به اتمام رسید. تا برنامه دیگه دم همتون چی خیلی گرم.